کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز 5 مارس سال 2024 تصمیم گرفت که در موسم نو تعداد اشتراکچیان لیگ اولی قهرمانی تاجیکستان را افزایش دهد. از این سال به جای 10 باشگاه در لیگ اولی فوتبال تاجیکستان 12 باشگاه رقابت خواهند کرد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داد که طبق پروتکل ملاقات پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امامعلی با اهل جامعه فوتبال کشور که در آن مسئله افزایش دسته‌ها در همه لیگ‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته بود، کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان تصمیم گرفت که شماره اشتراکچیان لیگ اولی را از 10 به 12 دسته رساند. شماره اشتراکچیان لیگ یکم تاجیکستان نیز زیاد کرده می شود. در این زمان بر اساس نتایج روند لیسانسگیری باشگاه معلوم شد که دسته فیضکند واسع به دلیل مشکلات مالیوی وزیر بینویی در مسابقات قهرمانی تاجیکستان شرکت کرده نمیتواند. دسته نویه واسع را در لیگ اولی برنده مدال برنجی موسم گذشته در لیگ یکم باشگاه برقچی ایسار که از رسمیات لیسانسگیری با موفقیت گذشت عوض میکند. علاوه بر این بنا به 12 عدد رسیدن شماره دسته در چمپیونات تاجیکستان 2024 تصمیم گرفته شد که دسته های ریگر تدس ترسانزاده و بخش باختر که سال گذشته در لیگ اولی 2 زینه اعظم آخر را اشغال کردند و به لیگ یکم بدرقه شده بودند، هنرنمایشان را در لیگ اولی ادامه میدهند. زیرا این باشگاه ها طور فدراسیون فوتبال شرح داد به طلبات چمپیونات تاجیکستان جوابگو بوده با موفقیت از اجازت نامدهی گذشتند، ولی دسته خلبوق و مویر که در موسم گذشته لیگ یکم جایهای 4 و 5 را گرفتند و داوطلب 2 جای اضافی پیدا شده در لیگ اولی بودند، بنا به تشریع فدراسیون بنا به رعایت نکردن طلبات مقرر شده نظامنامه اجازت نامدهی به باشگاه‌های لیگ اولی تاجیکستان یا به لیگ اولی راه داده نشدند. طبق قرار کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان موسم نو مسابقات قهرمانی تاجیکستان در 2 دوره برگزار شده. هر یک دسته در میدان خود و در میمانی با هم بازی میکنند. عموما در موسم هر یک تیم 22 بازی میگذراند. دسته‌ای که در موسم سال 2024 لیگ اولی مقام آخرین را اشغال میکند به لیگ یکم میرود و باشگاهی که در چمپیونات جای 11 را میگیرد با برنده نقره لیگ یکم تاجیکستان 2024 بازی‌های گزارشی دایر میکند. با قرار کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان مسابقه‌های 33 چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های لیگ اولی از 6 اپریل آغاز می‌شوند.